اگه امروز منصورها و حلاج‌ها هم زنده بودن و قصد ادامه زندگی برای تکمیل برنامه‌ها و کاراشون رو داشتن، قصد داشتن کارشون رو به انجام برسونن، تو اون دادگاه تفتیش عقاید که ارتباطی هم به قوه قضاییه و حکومت اسلامی نداره، یعنی تا جایی که ما دیدیم ربطی بین این دوتا نیست. باید می اومدن پشت تریبون می گفتن که پشت تریبون جلو دوربین، حالا به هر شکل دیگه‌ای که قابل انعکاس باشه، باید می اومدن می گفتن که به نام حقیقت و راستی، به نام عدالت و درستی، من اعتراف میکنم که هیچ حقیقتی درباره من وجود نداره، همه حقایق دروغه، شهادت شاهدان دروغه، به نام حقیقت و راستی، به نام عدالت و درستی، من اعتراف میکنم که هیچ حقیقتی درباره من وجود نداره، همه حقایق دروغه، شهادت شاهدان دروغه، کسانی که شهادت دادن درباره من، همه شهادت ها دروغه، همه نشانه ها دروغ و ساختگیه. من دروغگو و شیاد هستم، من قصد فریب مردم رو داشتم، همه کارهای من دروغ بوده و بعداً هم دروغه. من گناهکارم، من خطاکارم، قصد من نفسانیات بوده، قصد من انحراف مردم بوده، قصد من نابود کردن مذهب مردم بوده. آره درسته، هیچ کتابی ننوشتیم واقعا ما، یعنی به این شکل بود داستان اون کتابا که مجموعه حالا این 30-40 کتابی که وجود داره که همین سخنرانیایی که میکردیم، جلساتی که داشتیم، جلسات خصوصی، جلسات عمومی در موضوعات مختلف، این کتاب ها رو، یعنی متن اون جلسات رو، سخنرانی ها، درس ها و حتی مکالمات، گفتگوهایی که از اتاق داشتیم بیرون می اومدیم، از اون سالن سخنرانی داشتیم می اومدیم، متن اینها رو که فیلم شده بود دوستان پیاده میکردن، رو ورق پیادهش میکردن، بازنویسی میکردن و یه بازنویسی یعنی همون متن پیاده شده رو یه ویرایش کلی میکردم و بعد این در قالب یک کتاب جمع میشد. اما اینکه من خودم بیام بشینم و یک کتاب بنویسم، نه، ننوشتیم، همچه کاری نکردیم تو. اما همه اونها برآیند و برگردان و در واقع پیاده شده همون سخنرانی ها و همون صحبت هایی بود که تو جلسات مختلف ما داشتیمشون. و اون کتاب تعالیم حق رو هم جلد اول رو من ننوشتم، آره درسته، هیچ کتابی ننوشتیم واقعا ما، که من خودم بیام بشینم و یک کتاب بنویسم، نه، ننوشتیم، همچه کاری نکردیم. من معجزه گر نیستم، نه معجزه گر هستم، نه تا حالا معجزه ای انجام دادم، نه معجزه بلد هستم، نه اصلا میلی دارم که معجزه گر باشم، نه تمایلی دارم که به معجزه گر بگن.
بیشتر اون فیلم ها و گزارش هایی هم که از مردم تهیه شده درباره اون اعمال خارق العاده، اینها رو مربوط به خودم نمیدونم. البته من ندیدم خیلی از اینها رو، ولی مربوط به خودم نمیدونم. هیچ کدوم از این گزارش ها مربوط به شخص من نیست. تا به حال شخص من هیچ کار خارق العاده ای انجام نداده. شخص من تا به حال هیچ کار که به معنی هر جوری کرامت، اعجاز، این چیزها نداشتم و ندارم. در تمدن غرب تا به حال شخص من هیچ کار خارق العاده ای انجام نداده. شخص من تا به حال هیچ کار که به معنی هر جوری کرامت، اعجاز، این چیزها نداشتم و ندارم. نه کرامت دارم، نه معجزه دارم. اینها تو واقعیتی که خودم دارم اینها رو میگم. ولی در این که خیلی اتفاقها افتاده، در این که مردمی که دارن شهادت میدن راست میگن، دروغ نمیگن. بالاخره یک نفر دو نفر که نیستن، این صدها نفر یا شاید هزاران، ما نمیدونیم تعداد اونها رو، ولی دروغ نمیگن، حقیقت رو میگن. ولی اینها مربوط به شخص من نیست. اینها مربوط به فیض خداست، مربوط به رحمت خداست، مربوط به قدرت خداست. ما همون چند سال پیش، از همون 15-20 سال پیش گفتیم، خب حدوداً 10-11 سال پیش رسما اعلام کردیم، تو بیانیه اومد هیچ کدوم از این حرف ها، گزارش ها، اخبار مکتوم، این اتفاق ها مربوط به شخص من نیست. همه اینا فیض خداست، مربوط به خود خداست، مربوط به روح خداست. و من هیچ کاره بودم و هیچ کاره هستم در این داستان. و فکرم نمی کنم قرار باشه در آینده همچین کاری رو انجام بدم. در مورد اون فیلم های اخبار مکتوم هم خب بخش زیادی از اون فیلم ها این رو میدونم که گزارش هایی که مربوط به شکلی مربوط به استاد روح الله